چی؟ بازم موبایل؟ مگه 100 بار بهتون نگفتم موبایل تو محل کار ممنوعه؟ کدوم گوساله گاوی موبایلش آورده تو محل کار؟ ها؟ به گوساله که حالا حرف خوبی نیست ولی مال منه، ببخشید من داشتم بازی می‌کردم یادم رفت خاموش کنم. رفیقمه. اینو جواب بدم بعد با هم جلسه می‌کنیم. جونم کاوه جون 5 دقیقه دیگه بگیرمه. قطع نکنید، قطع نکن، کارت دارم. نوکرتم هستم. چی شده؟ ببین من یه جا گیرم، بابامو بردن بیمارستان، مامانم اینا تنها، میتونی خودتو برسونی اونجا؟ بلشون. آدرس بیمارستان بگو. آره رفتم. کجایی تو؟ صدای چی میاد؟ صدا تلویزیونه. برام شر نکنی دوباره. آره نه شک چیه بابا؟ گفتم گشتم کنار دیگه، نگران نباش. دور شد دستم ولش کن. نوکرتم هستم. برو رسیدی بهم خبر بده. ولش کن. تو ننه بابا نشتی بهت یاد بدم وسط صحبت مردم زر نزنی قلیون. فکر کردی رستوران زدی پخی شدی؟ بردارم این بشقا بکوبم تو سر سگ بدی؟ ببین از این بعد با این بچه‌ها درست حرف میزنی. اگه اینجوری باشه بهت کاری ندارم. بچه‌ها از این به بعد بی‌ادبی کرد یه میس میندازین. ضمن گوساله هم خودتی.